شرایط جدید و متفاوت دریافت ارز بانکی سهمیه‌ای اعلام شد. بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به صورت اسکناس، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای 18 سال و همچنین اشخاص حقوقی ایرانی تا سقف 1000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازای هر 365 روز مجاز خواهد بود. این فروش ارز با هدف تامین نیازهای ضروری صورت میگیره. اما یک مورد مهم جدید به شرایط اضافه شده که اگر میخواین ارز بگیرین حتما به این شرایط دقت کنید. مطابق ماده 114 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه دهندگان خدمات ارزی مکلفند پیش از ارائه خدمت فرآیندهای شناسایی مشتری را انجام داده و اطلاعات متقاضی از جمله هدف دریافت ارز و محل و نحوه هزینه وجوه نقدی را دریافت کنند. بر اساس مفاد این ماده قانونی، بانک‌ها و صرافی‌های مجاز موظفند اطلاعات دریافت شده را در سامانه‌های مربوط ثبت کرده و ضوابط معاملات ارزی را مطابق الزامات نظارتی نگهداری کنند. بر اساس ماده 5 دستورالعمل جدید بانک مرکزی، شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام می‌شود. شما تا حالا ارز سهمیه‌ای دریافت کردین؟ برامون کامنت کنید.